10 کیلو زیاد زیادتر باشه. 10 کیلو زیادتر باشد. یکی از لذت هایی که هسته انا همین گوشت است. یا با تنور کبابی به نهایت خوب ما در ازبکستان در دهه توقچی قرار داریم در خانه برادر فاضل جان. این یک تندور کباب کردگی هستند. این سیم دارد ها؟ سمختی میبانی نه چرا سمخت میبنده میگریزم؟ نه کندش تو دورن زمین دو میغلطه. برای نقل کردنش. بازم چند کیلوگرم گوشت است؟ مثلا چند کیلو؟ پریمیر نه همین خشمو قصاب هستی. چند قدر گوشت است؟ 10 کیلو زیاد زیادتر باشه. 10 کیلو زیادتر باشد. ای همه جای بامزگی همین بود در تندور کباب. گوسفند. مثال بیقیم میگم پشت میگم در ما. در چی بود؟ چیزوش میگم. خبرگاش هم خبرگاش هم میگم. در هم خبرگاه هم میگم. من پشت هم پشت. کنی خبرگاه اینم. من همه جای باز اینا نام گرفتین از وای تنور. کوه دشت و تپه و ایلاق میفارد مرا، نان جوین و سیاه و قاق میفارد مرا. در حیاتم من نکردم دختری شهری هوس، دختری خانشین قشلاق میفارد مرا. بله بله یعنی اینجا دیه هم باشد که دل مردم این دیه بزرگ است، در این دیه فیض و برکت است، در این دیه یعنی مهمان نوازی است. باور کنید در گوشه شهر یک مرغ میمونند. نگاه کنید در اینجا یک گوسفند کشته به خاطر مهمان ها. زنده باشه برادر فاضل جان، همیشه کارش پیشرفت باشد، در خاندانشان برکت دائم و هویدا باشد. چی خوب داری تقا کو گفزم خدا گم نمیزنی خدا کو اونجا به مزگیش کم تر دوباره به مزگیش چشیدن در کو بعد با ما میریم. بله اینا در دنیا سه چی لذت دارد. یکی از لذت هایی که هسته انا همین گوشت است. داشتن دوستان خوب. سیوم وجود داشتن پدر و مادر در عائله. اگر همه سه چیز باشد برادر فاضل جان خوشبخته که دوستان خوب داره، پدر و مادر در بالای سرش هستند. رمضان باور کنه خودم یک تو قصد همین تبرچه را میفهمی آدم سیر میشه. سیر میشه ها؟ بله دوستان. اینجا نگاه کنید لیمیت وجود ندارد در خانه اکای فاضل جان. با هر یک نفر ما یک طبق یک لگندی تندور کباب آوردن. یا با تندور کباب ببین به نهایت خوب بامزه ها دکتر. از بوش هم معلوم است. سپاس زیاد برای شما، برای مهمانداری شما. همیشه در خاندان شما آفتاب درخشد. زندگیتون همیشه مانندی ان همین آسمان صاف و بی‌غبار باشد. رحمت کلام برادر عزیز برای مهمانداریت. ما از شما 100 ساله ها راضی هستیم. کدام وقتی که تاجیکستان آمدید قدمتان بالای دیده ماست. زنده باد دوستی، زنده باد صلح.